کابل پایتخت افغانستان شهری پرجوش و خروش است که زیاده از 2 میلیون ساکن دارد. محض در همین جا داستان 2 خلبان روس آغاز یافته به جهان پهن شد. 12 مارس 2 هواپیمای ان-72 شتابکارانه از فرودگاه کابل برخاستند و به شمال به سوی تاجیکستان پرواز کردند. سبب این تصمیم و قطع کار شرکت آنها در افغانستان دیرتر آشکار شد. در اواخر شکایت ها بر ما رسیده بود. وقتی که ما این طیاره را توقف دادیم، استاده کردیم که اسنادتان بدین. معمولا هر طیاره که از هر جای می 2 اسناد کتش می باشه. یکی اسناد ثبت راجستری که از هر کشور به افغانستان می و دیگه که باید از کشوری که وا داخل باید میشه اجازه پرواز باید گرفته باشه که متاسفانه که اول خو از افغانستان اجازه داخل شدن نگرفته بودن که به افغانستان داخل شود و دیگه یا ادعا داشتن که این طیاره ثبت راجستر گرجستان هستند جزجا. اول امسال وزارت نقلیات و هوانوردی افغانستان تفتیش اسناد شرکت‌های هوانوردی را آغاز کرد. هدف از آن افشای آنهایی بود که غیر قانونی در این کشور کار می‌کردند. هنگام تفتیش شرکت رالکن اینوستمنتس که هواپیماهایش عازم تاجیکستان شدند، معلوم گشت که این هواپیماها هیچ گونه سندی مشخص ندارند. هوانوردی افغانستان رسمی مکتوب به گرجستان روان کردیم که در اینی طیاره همراه شما ثبت راجستر داره. دوباره و به مکاتب رسمی بر ما ارسال کردن که می 4 طیاره ثبت راجستر ما را ندارن. وقتی که یا از این در امی جریان که مکاتب تبادله میشه، 2 طیاره از افغانستان فرار میکنن، هتلشان فکر کنن در تاجیکستان خلاص میشه، اونجا نشست میکنه. وقتی که قضیه برای ما روشن شد که یا اسناد ندارن، اسنادشان جعلی است، برای هوانوردی افغانستان دروغ گفته بودن، ما از کشور دوست تاجیکستان خواهش کردیم که طیاره از را متوقف بسازه. سابقه شرکت روسی رالکن خیلی پیچیده است. سروران رسمی آن میگویند با فرمایش شرکت هلندی سوپریم فودز خوراکواره انتقال میدادند، اما شیوه همکاری شرکتی که سابقه شبهه آمیز دارد با کارخانه در غرب مشهور سوپریم فودز پرسش های زیادی را خلق کرده است. حالا در فرودگاه کابل یک هواپیمای ان-74 و یک چرخبال احتمالاً می 8 بازداشت شدند که هر دو به شرکت رالکن تعلق دارند. گپ سر این است که شرکت سوپریم فودز اعلام داشت این هواپیماها در انتقال مواد آن استفاده نمی شدند. شرکت سوپریم پیشتر در واقع برای انتقال خوراکواری به افغانستان با شرکت ایروسپیس که هواپیماهای مذکور را اجاره گرفته بود شرطنامه داشت، ولی ما این قراردادها را در ماه فوریه سال 2011 قطع کردیم. اون طیاره‌ای در میدان هوایی کابل دستگیر شده در انتقال بارهای ما استفاده نشده است. هواپیمای ان-72 خیلی نادر است. محرک‌های قوی آن به پروازی در فضای کوتاه امکان می‌دهند. آن می‌تواند در پروازگاه‌های مجهز یا نامجهز روی بتون یا ریگ در همه گونه هوا بنشیند و برخیزد. هواپیما می‌تواند تا 10 تن بار را انتقال دهد. به عقیده کارشناسان این هواپیما برای شرایط اقلیمی و زمینی افغانستان و فرودگاه‌های اکثرا نامجهز آن عینی مدعا است. وزارت نقلیات افغانستان اقرار میکند که توان نظارت حریم هوایی کشور را ندارد. یکی از سببها حضور نیروهای بین المللی کمک امنیتی است. هر روز صدها هواپیما به هوا میخیزد و فرود می آید. گنرال های ناتو از پرواز هواپیماهای حربی خود گزارش نمیدهند. به عقیده فرماندهان پیشین از چنین بی‌نظارتی قاچاقبران به خوبی استفاده میکنند. نه پیلوت داره، نه کدام کارمند هوایی داره، نه رادار داره، نه هیچ نداره. چه رقم میتونه کنترل بکنه؟ افغانستان هیچ کار نمیتونه. حتی حکومت افغانستان نمیفهمه که طیاره از کی است، اینجا میامد راه و میشینه و مبرای اما قدم نمیفهمه. مردمای قشلاق، مردمای اطراف میگفت که نمیجا شو طیاره میشینه و نفر تا میکنه. اون نفر شو تا میشد گم میشد، معلوم نمیشد که چی میشد. در شهرک خیمه‌ای گریزه های هلمند زندگی میکنند. زادگاه آنها با کشتزاران عظیم خشخاش و حضور طالبان آشتی ناپذیر نام برآورده است. فراریان میگویند که در منطقه آنها طالبان فعالند و آنجا فرودگاه‌های موجودند که هواپیماهای نامعلوم در آنها فرود میآیند. آقا کرونا چرسو
тайёраҳо меомаданд, чизе мефурӯварданд, чизе бор мекарданд. ба онҳо моро, мардуми оддиро наздик шудан намемонанд. дар кулли ҳилманд майдонҳои хурд-хурди партофта беназорат мавҷуд аст, ки тайёраҳо онҷо фуруд меоянд. ҳоло ки дар сарзамини мо ҷанг идома дорад, намедонем вазъ чӣ хел аст. ҳавопаймоҳои нодир, беҳуҷҷат ва ҳам чархболе ки собиқаи шубҳанок дорад, ҳамаи ин наметавонист мақомоти афғонро мутаваҷҷеҳ накунад. ظاهراً همین است اصل واقعیت در کابل، اما هوانوردان از خدمات مخفی دیده پیشدستی کردند. حقیقت فعالیت خلبان‌های روس در افغانستان گمان است اکنون زمان روی آب برآید. آنها آزاد شدند. فشار شدید کرملین بر تلاش دادگستری تاجیکی پیروز آمد.